درود بر شما، روزتان بخیر باشد. امروز شنبه 12 دکبر 2020 سال است و ما 10 خبر مهمترین هفته روان را در این ساعت در برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته منظورتان مستقیما روی موج رادیوی مهاجر می‌گردانیم. خبرها را از روسیه شروع میکنیم. سرحدهای پوشیده بنا به پاندمی باعث تغییریابی بازار مهنت در روسیه شدند. طبق منابع مختلف، روسیه در سال 2020 از 2 تا 2.5 میلیون مهاجران مهنتی را از کشورهای دیگر از دست داد. این روند به فعالیت بخش‌های ساختمان، خودروسازی منزلی و کمونالی و خدمات‌رسانی در روسیه تاثیر جدی منفی رسانید. پیشتر در یک صحبت خود با روزنامه‌نگاران سرگئی ساویانین، رئیس شهر مسکو، گفته بود که جایهای خالی مانده مهاجران را در بخش خودروسازی منزلی و کمونالی آنها با شهروندان روسیه از دیگر منطقه ها پر میکنند، اما با گذشت وقت و شروع گردیدن فصل سرما عیان گردید که نقشه مقامات شهرداری مسکو با سبب‌های نامعلوم عملی نگشت. کارشناسان امور مهاجرت باشند در این مورد نقطه نظر خویش را دارند. آنها میگویند که به هیچ وجه در جایهای کاری که قبلا مهاجران کار میکردند با معاش کم، شهروندان روسیه میل کار کردن را ندارند. در همین حال، طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه، در 9 ماه سال 2020 تقریباً 4.3 میلیون خارجی ها به روسیه وارد شدند که یک سال پیش این رقم به 15.8 میلیون و 2 سال پیش به 16.3 میلیون نفر برابر بود. همچنین گفته می شود که 790,348 شهروند خارجی در تمام منطقه های روسیه تا سنه 1 سپتامبر سال 2020 پتنت مهنتی به دست آوردند که این شماره نسبت به همین دوره سال گذشته 2 برابر کمتر است. در 3 ماه دوم سال روان کمتر از 2000 نفر با مقصد کار وارد روسیه گردیدند. یک سال پیش در همین دوره این شماره زیاده از 1 میلیون نفر را در بر گرفته بود. شهردار مسکو سرگئی ساویانین نیز قبلا در یک برنامه تلویزیونی خود اظهار نگرانی کرده بود که شماره مهاجران مهنتی در مسکو زیاده از 40% کاهش یافتند. در روسیه میمانیم. ادامه جنبست برنامه اطلاعاتی خبرهای هفته. دوشنبه 7 نوامبر خبر داده بودیم که دانشجویان خارجی که نمیتوانند بنا به بسته بودن سرحدها به روسیه برای ادامه تحصیل وارد شوند، امکان گرفتن رخصتی اکادمی را دارند. گفته بود والیر فالکوف، وزیر علم و تحصیلات عالی فدراسیون روسیه در یک صحبت با خبرنگاران. یک قطار اختصاص‌های دانشگاه‌های روسیه تعلیم فاصله‌ای را استثنا می‌کند، گفته است وزیر. مثلا بعضی دستورهای طبی مهندسی حضور شخصی دانشجویان را طلب می‌کند. چگونه به جراح فاصله‌ای تعلیم دادن ممکن است؟ در این حالت ها البته یا فنهای داخلدار به صنایع گذرانده می شود یا به دانشجویان پیشنهاد کرده می شود که به رخصتی اکادمی بروند، گفته بود والیر فالکوف، وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه. طبق معلومات خدمات مطبوعات وزارت علم و تحصیلات عالی روسیه، در این سال شماره دانشجویان خارجی در حدود دانشگاه‌های روسیه زیاده از 300,000 نفر گفته می شود که در حال حاضر 3/1 آنها بیرون از روسیه قرار دارند و تحصیل را طریق فاصله‌ای ادامه می‌دهند. اما از آغاز تحصیل سال 2020-2021 تا کنون 25,000 دانشجویان خارجی از دانشگاه‌های روسیه با سبب‌های گوناگون خارج گردیدند، گفته است والیر فالکوف، وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه. نشر برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته را با رویدادهای مهمی در هفته سپری گردیده رخ داده شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. از مسکو به جمهوری مردوویه می رویم. در قلمرو جمهوری مردوویه فدراسیون روسیه دوام 5 روز در این هفته تحت عنوان مهاجرت غیرقانونی با هدف تفتیش شهروندان خارجی یا شخصان به شهروندی وابسته به رعایت شدن طلبات قانونگذاری مهاجرت فدراسیون روسیه، همچنین پیشگیری و پیداشوی خوف‌های علاوه‌ای از جانب مهاجران در سمت تامین ترتیبات و امنیت جمعیتی چاره‌بینی‌های مقصدناک گذرانیده شد. طبق اطلاع نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی این منطقه، کارمندان مقامات حفظ حقوق در ریدهای 5 روزه در جایهای بودوباش شهروندان خارجی و شخصان به شهروند
در میدان‌های ساختمانی و نقطه‌های سودا 631 چاره‌بینی سنجشی گذراندند. در نتیجه 64 نفر قانونشکنان به جوابگری مأموری کشیده شدند. شماره از همه زیاد قانونشکنی در رابطه با رعایت نکردن قاعده‌های ورود به فدراسیون روسیه یا 41 بودوبوش یا چاره بودوبوش در قلمرو فدراسیون روسیه معین گردیده است که وابسته به این بند قانون 20 سندهای حقوق ویرانکنی مأموری، اینچنین قاعده‌های جلب قوه کاری خارجی برای در فدراسیون روسیه 19 عدد که 61% حجم عمومی سنجش را تشکیل می‌دهد، پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شدند. مبلغ عمومی جریمه‌ها برای ویران کردن قانونگذاری مهاجرت 124,000 روبل را تشکیل دادند که تاکنون 82,000 روبل آن از جانب ویران کنندگان ستانیده شده است. در اساس نتیجه‌های سنجش تفتیشاتی قبلی مأموری اوید به دلیل‌های آگاه نکردن بستن شرطنامه مهنتی با شهروند خارجی نسبت به صاحبکاران انفرادی طبق قسم 3 ماده 18 پریم 15 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری فدراسیون روسیه پروتکل‌های مأموری نیز ترتیب داده شده است. اینچنین اطلاع داده می‌شود که در دوره برگزاری چاره‌بینی‌های سنجشی در اساس قانون فدرالی فدراسیون روسیه از 15 آگوست سال 1996 تحت رقم 114 درباره ترتیب برآمدن از فدراسیون روسیه و ورود به فدراسیون روسیه قرار نسبت شهروندان خارجی درباره اجازت ندادن ورودشان به قلمرو فدراسیون روسیه قبول گردیده است. در اساس قرارهای داخلدار ساختارهای زیرتابی وزارت عدلیه روسیه باشد درباره نامطلوب بودوبوش مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه 13 قرار به اخراج شهروندان خارجی قبول کرده شده است. خبر دادند از وزارت کارهای داخلی جمهوری مردمی فدراسیون روسیه. در مورد تفتیشات دیگر با دلیل‌های ترکیب جنایت صادر شده در ساحه مهاجرت به قید گرفته شدند، از جمله در اساس ماده‌های 322 پریم 2 کدکس جنایت فدراسیون روسیه 14 عدد و ماده 322 پریم 3 کدکس جنایت فدراسیون روسیه 3 عدد در اساس دلیل‌های آشکار شده به قیدگیری بودوبوش قلبکی مهاجران مهنتی 2 عدد پرونده‌های جنایتی با ماده‌های 322 پریم 3 و 322 پریم 2 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه آغاز کرده شده در استحصالات مقامات تفتیشاتی قرار دارند. از روسیه به تاجیکستان می‌رویم. در ادامه این هفته وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شیرین امانزاده با رهبریت و کارمندان نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در فدراسیون روسیه مشورت کاری برگزار نمود. طبق اطلاع دفتر مطبوعات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری در جریان ملاقات مسائل حمایت حقوق و منفعت‌های مهاجران مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان در روسیه در دوره پاندمی بررسی شد. همچنین مسائل حل سریع‌وقتی مشکلات مهاجران، هماهنگسازی فعالیت دیاسپوراهای تاجیکان در منطقه‌های روسیه، تامین شغل مهاجران مهنتی در اساس قانونگذاری مهاجرت روسیه و تقویت کارهای اطلاعاتی در بین آنها بررسی گردیدند. در این ملاقات قرار قبول گردید که از این به بعد هر هفته روزهای جمعه ملاقات ویدیویی رهبریت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی با نمایندگی این وزارت در فدراسیون روسیه برگزار می‌گردد. برمیگردیم به روسیه. شمار تحولات هفته روان را در برنامه اطلاعات جنبه خبرهای هفته مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. در ولایت اسمالینسک روسیه مرزبانان ثبت به سابقه مهاجرت غیرقانونی را به قید گرفتند. حادثه‌های نوی بازداشت عبور غیرقانونی سرحد تقریبا هر روز باز دوام دارد. ریاست نیروهای مرزبانی این منطقه اطلاع داده است که تنها در دوام یک ماه اخیر بیش از 900 شهروند خارجی هنگام کوشش عبور غیرقانونی مرز فدراسیون روسیه بازداشت شدند. زیاده از نصف این شماره شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز میباشند. مهاجران اول به قلمرو دولت همسایه میآیند و از آنجا کوشش میکنند که با هر راه و واسطه به فدراسیون روسیه حتی غیرقانونی وارد گردند. برای اکثریت این یگانه راهی وارد گردیدن به حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه را میماند. طبق اطلاع ریاست مرزبانی خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت اسمالینسک تا یک ماه اخیر 9 پرونده جنایی با مدعی تشکیل مهاجرت غیرقانونی آغاز شده است. مبلغ جریمه‌های ستانیده شده علاوه بیش از 1 میلیون روبل گذشته است. یادداشت می‌شویم که در رابطه با پنجشنبه کرونا ویروس نو کووید 19 در روسیه برای ورود به شهروندان خارجی محدودیت‌های معین جاری گردیده است.
ادامه جنبسته خبرهای هفته در شهر سنت پتربورگ در نتیجه یک رید مقامات کارهای داخلی 2500 منزل احتمالی که در آنها مهاجران و طور عمومی زندگی می‌کردند از تفتیش گذرانیده شدند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی سرایست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه و به شهر سنت پتربورگ و ولایت لنینگراد سنجش مذکور از روز 3 دکبر تا 6 دکبر در بناهای استقامتی نویاهای حدودی شهر سنت پتربورگ صورت گرفت. دقت مخصوص را کارمندان پلیس در جریان سنجش‌ها با اشکار کردن ویرانکنی قانونگذاری مهاجرت از جانب شهروندان خارجی روانه نمودند. در جریان رید مقامات 2500 منزل‌های استقامتی در 99 بنای زیست احتمال می‌رفت که در آنها مهاجران غیرقانونی و دست جمعی زندگی می‌کنند مورد تفتیش قرار گرفتند. در نتیجه در 3 منزل استقامتی شماره عمومی مهاجران معین کرده شد. گفته می شود که حالت‌های اشکارشوی زندگی دست جمعی مهاجران در یک منزل و به حجت‌های قید رسمی در کوچه زازورنایا خیابان ویتیبسکی و ارژانیکیدزه به قید گرفته شده است که در مجموع از این 3 حالت اشکار گردیده معین گردیده است که در این منزل‌ها در عموم 32 نفر مهاجران زندگی می‌کردند که هیچ کدام از آنها حجت‌های رسمی در قید اقامت همین محل بوده‌شان را نیز نداشتند. در نسبت شهروندان و نفران مهاجران بازداشت گردیده پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است. در سنت پتربورگ میمانیم و از قهرمانی 2 شهروند تاجیکستان قصه خواهیم کرد. در این نشر چهارشنبه 9 دکبر خبر دادیم 2 زاده تاجیکستان هنگام آتش سوزی در یک از بناهای بلندشانه در نزدیکی شهر سنت پتربورگ ساکنان را تا آمدن خدمات آتش نشانی و حالتهای فوق‌العاده از دام آتش نجات دادند. ساختار بعد از شام در یک از منزل‌های قبط 12 بنای استقامتی در حدود ناحیه وسیبورژسکی ولایت لنینگراد که در 5 کیلومتری شهر سنت پتربورگ جایگیر است سر زده است. بنا به خبرگزاری شبکه تلویزیونی میر 24 دو مهاجر با نام‌های ظریف نیازов و فروخ عمرov که زاده و شهروندان تاجیکستان میباشند توانستند در حالت آتش سوزی و علنگ زدن آن ساکنان قبط 12 از جمله کودکان و زنان را با واسطه زینه‌پایه‌های احتیاطی به جایهای بی‌خوف انتقال کرد. ما با زینه‌پایه‌های احتیاطی وارد شدیم. هنگام آتش سوزی لیفت از کار ماند. ما از احتمال دور ندانستیم که در بین نفران در اثرات آتش مانده کودکان هستند گفته است ظریف نیازov. 2 جوان تاجیکستانی با شجاعت خود توانستند تا آمدن خدمات آتش نشانی و فوق‌العاده اول کودکان و زنان و در عموم همه باشندگان آشیانه 12 بنا را از دام آتش نجات دهند و سپس آتش را قسماً از علنگ زدن باز دارند. چون اگر این شجاعت آنها نمی بود تا آمدن کارمندان خدمات آتش نشانی آتش به آشیانه‌های پایانی می رفت. مهمترین تحولات هفته روان را شما در برنامه اطلاعات جنبسته خبرهای هفته روی موج رادیو موجه همین حال مستقیما میشنوید و کارمندان مقامات روسسلخوزنادزور در قلمرو کراسنویارسک فدراسیون روسیه محصولاتی برای واردات منع شده را در فرودگاه کراسنویارسک اشکار کردند که حجم خالص آنها 200 کیلوگرم را در طریق طیاره از تاجیکستان وارد گردیدند. صاحبان بار حجت‌های نظارت فیتوسانیتری کرانتینی که موافق با طلبات سازشنامه‌های بین‌المللی در ساحه کرانتینی رستنی هنگام انتقال بار طریق خط سیرهای بین‌المللی داده می‌شود و مقامات روسسلخوزنادزور پیشنهاد کردند نتوانستند این محصولات مصادره و نابود کرده شدند. صاحبان بارها به جوابگری مأموری کشیده شدند. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات مقامات روسسلخوزنادزور فدراسیون روسیه و قلمرو کراسنویارسک فدراسیون روسیه طبق اطلاع خدمات مطبوعات مقامات روسسلخوزنادزور در دوام هفته اخیر متخصصان 4 پرواز بین‌المللی 818 عدد با قوچهای دستی را تفتیش کردند. در نتیجه 6 حالت پیدا کردن رستنی‌های تنظیم شونده در بین مسافران از تاجیکستان آشکار کرده شدند. آنها 188 کیلوگرم محصولات از جمله لیمون، نوک، چای خشک، چهارمغز، سیب، انار و خشک‌میوه‌ها را در بر گرفتند که واردات آزاد این نمود محصولات محدود بوده. تنها در صورت داشتن سرتیفیکات نظارت فیتوسانیتری و کرانتینی رستنی وارداتش به حدود مرزی با مأموری فدراسیون روسیه اجازه داده می‌شود. از کراسنویارسک به خباروفسک می رویم. در قلمرو خباروفسک روسیه هنگام ساختن انشاءات‌های اجتماعی مقامات تصمیم گرفتند که در مکان‌هایی که قوه کاری مهاجران کمند
аз ба ҷои онҳо маҳбусонро ба кор истифода баранд. дар ин бора вазири сохтмони минтақаи хабаровск федератсияи Русия Андрей Чакулаев дар як нишасте ба хабарнигорон изҳор дошт. қайд карда шудааст ки ҷалби ҳамаи маҳкумшудагон ба корҳои сохтмонӣ ба нақша гирифта нашудааст, аммо баъзе аз онҳоро дар корҳои сохтмонӣ дар ҷойҳои холӣ мондаи муҳоҷирони меҳнатӣ ҷалб хоҳанд кард. Масъала ба кор овардани маҳкумшудагон ба ривази муҳоҷирон ҳанӯз ниҳоӣ нашудааст. раванди ин кор ҳамоҳангӣ бо мақомоти масъули ҳифзи ҳуқуқро тақозо мекунад ки дар айни замон ин марҳила дар баррасӣ қарор дорад. ва аз Хабаровск ба Мурманск меравем. дар вилояти Мурмански Русия афзоиши шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ ба назар мерасад. ҳамин тавр дар 6 моҳи соли 2020 ба шаҳрвандони хориҷӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 1.7% зиёд патент дода шудааст. чунин маълумот дар ҷаласаи кумитаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии думаи вилояти Мурманск рӯзи ҷумъаи охири ин ҳафта эълон карда шуд. дар ҳоле ки баъзе аз минтақаҳо бахусус Москав ва шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия ба набудани муҳоҷирони меҳнатӣ, боону расоии коргарон дар бахшҳои сохтмон, хоҷагӣ, манзиливу коммуналӣ ва хизматрасонӣ робаро гардидаанд, дар вилояти Мурманск баръакси ҳол мақомот эълон доштанд ки имсол бо вуҷуди пандемияи коронавирус афзоиши шумораи патентҳои додашуда ба қайд гирифта шудааст. ин раванд шаҳодати зиёд гардидани муҳоҷирони меҳнатӣ дар минтақаи мазкур мебошад. шумо барномаи иттилоотии ҷанбази хабарҳои ҳафтаро имрӯз шанбе 12 декабри соли 2020 сол мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед. ба шумо истироҳати бо фароғат таманно мекунем ва барномаҳои дигари радиои муҳоҷирро дар рӯи мавҷи радио пайгирӣ кунед.